سلام، من زهرا هستم و توی این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چطور اپلیکیشن های اندروید یا فلاتر خودتون رو مستقیما روی گوشی اندرویدیتون با گزینه وایرلس دیباگینگ اجرا بکنید. برای این کار اول باید گزینه دیولپر آپشنز و وایرلس دیباگینگ رو توی گوشی خودمون روشن بکنیم که بسته به مدل گوشیتون این مسیر و روشش ممکنه یه مقدار متفاوت باشه. ضمناً تمام تصاویری که از صفحه گوشی میبینید رو از گوشی خودم اسکرین رکورد کردم و اشتباها تصور نکنید که شبیه ساز هست. اسکرین رکورد ها رو روی فیلم قرار دادم. برای فعال کردن گزینه دیولپر آپشن توی گوشیم مدلش رو سرچ میکنم. بر اساس راهنمایی که نوشته باید به settings مراجعه بکنم. قسمت about phone software information روی بیل نامبر 7 بار تپ انجام بدم تا این گزینه برای من نشون داده بشه. پس میرم توی قسمت settings about phone software information بیلد نامبر رو پیدا میکنم. روی اون 7 بار تپ انجام میدم. دوباره برمیگردم به setting. البته توی این قسمت ازم میخواد که پترن گوشیم رو بزنم. توی قسمت setting developer options رو حالا میتونم ببینم. حالا اندروید استودیو رو باز میکنم. دیوایس منیجر رو باز میکنم. پیش‌فرض روی گزینه ویرچوال هست، اما چون ما یه دستگاه واقعی رو میخوایم متصل کنیم فیزیکال رو انتخاب میکنیم. پیر یوزینگ وای فای رو میزنیم که به ما یک QR کد نشون میده. دیولپر آپشنز برای من آن شده. گزینه وایرلس دیباگینگ رو پیدا میکنم و روشنش میکنم. حالا به کمک QR کد متصل میشم به اندروید استودیو. از محیط اندروید استودیو QR کد رو اسکن میکنم و متصل میشم. حالا میتونم اپلیکیشنم رو مستقیما روی دستگاه اندرویدی خودم یعنی گوشی سامسونگم اجرا بکنم. همزمان اگر تغییر روی کد اصلی برنامه انجام بدم و گزینه هات ریلود رو بزنم، در لحظه مستقیما تغییرات روی اپلیکیشنی که داره توی گوشیم اجرا میشه اعمال میشه. به این ترتیب میتونید از بین آپشن های مختلفی که دارید اپلیکیشنتون رو روی شبیه ساز خود اندروید استودیو، شبیه سازهایی مثل ممو یا ایمولاتورهای دیگه و یا مستقیما روی گوشی همراه خودتون، روی تلفن همراه خودتون اجرا بکنید. قبلا این اتصال به گوشی فیزیکی به وسیله کابل USB انجام میشد و اسمش USB دیباگینگ بود که یه مقدار روی اون طول عمر باتری موبایل شما اثر منفی داشت که با استفاده از این گزینه وای فای این مشکل هم برطرف میشه. اگر سوالی داشتید توی کامنت ها مثل همیشه میتونید بپرسید. برای ویدیوهای بیشتر لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید. ممنونم.